داستان شهریار و شاهزمان. یکی از پادشاهان سامانی فرمانروای جزایر هند و چین بود. او دو پسر شجاع و دانشمند به نامهای شهریار و شاهزمان داشت. شهریار برادر بزرگتر عدالت و شجاعت بسیاری داشت و شاهزمان برادر کوچکتر پادشاه سمرقند بود. آنها 20 سال در محل فرمانروایی خود با شادمانی پادشاهی می‌کردند. بعد از گذشت مدتی شهریار دلتنگ دیدار برادر شد و به وزیرش فرمان داد که شاهزمان را به حضورش بیاورد. وزیر رفت و پیغام شهریار را به شاهزمان داد. شاهزمان همان روز لشکر و خیمه ها را بیرون از شهر فرستاد و روز بعد کشور را به وزیرش سپرد و همراه وزیر برادرش از شهر بیرون آمد. به هنگام شب یادش آمد جواهری گرانبها را که برای هدیه دادن به برادرش انتخاب کرده بود جا گذاشته. به همین خاطر با 2 نفر از نزدیکانش به شهر برگشت و وارد قصر شد. خاتون را دید که با غلام سیه‌رویی در آغوش هم خوابیدند. شاهزمان از دیدن این صحنه آنچنان عصبانی شد که ستاره روشن در برابر چشمانش سیاه به نظر می رسید. فوراً شمشیرش را کشید و هر دو را کشت و دوباره به اقامتگاه لشکریانش بازگشت. هنگام صبح طبل‌ها را به نشانه کوچ کردن به صدا درآوردند. شاهزمان در حالی که از این واقعه ناراحت بود به پایتخت برادرش رسید. شهریار از دیدار برادرش شاد شد و از هر دری با او سخن می‌گفت. اما شاهزمان رفتار خاتون و غلام را نمی‌توانست از خاطرش پاک کند، به همین دلیل مدام غمگین و ساکت بود. شهریار خیال می‌کرد که سکوت و ناراحتی برادرش به خاطر دوری از خویشان و وطن است. برای همین دیگر با او حرف نزد و برادر را به حال خویش گذاشت. بعد از چند روز به شاهزمان گفت: ای برادر، برای چه اینقدر لاغر شدی و گونه‌هایت زرد شده است؟ شاهزمان گفت: اگر از غمم حرف بزنم دل مردم را در اندوهم شریک می‌کنم. شهریار گفت: بهتر است برای شکار بیرون برویم، شاید دلت شاد شود. شاهزمان گفت: اگر همه زمین پر از شادی شود من از آن ذره‌ای سهم ندارم. وقتی که شهریار این حرف را از برادرش شنید خودش برای شکار بیرون رفت. در حالی که شاهزمان دلتنگ و ناراحت به منظره‌ای در باغ نگاه می‌کرد، در همین حال ناگهان زن برادرش با 20 کنیز زیبا و غلام سیه‌روی در حال گردش به باغ وارد شدند و در کنار حوض لباسهایشان را از تن بیرون آوردند. خاتون صدا زد: ای نیکبخت! غلامی تنومند و سیاه آمد و خاتون با او هماغوش شد. هر یک از آن غلامان نیز با کنیزی هماغوش شدند. وقتی که شاهزمان این حالت و رفتار آنان را دید با خودش گفت: رنج و اندوه من در برابر اندوه برادرم اصلا به نظر نمی رسد. پس شایسته نیست که از این به بعد ناراحت و غمگین باشم. بعد از آن به عیش و خوشی پرداخت. وقتی شهریار از شکار بازگشت در کمال تعجب دید که گونه زرد برادرش ارغوانی و سرخ و تن ضعیفش توانا شده. با تعجب به شاهزمان گفت: از این حالی که برایت پیش آمده به من بگو، چرا قبلا گونه هایت زرد و تنت لاغر و ضعیف بود اما حالا برخلاف آن چهرت سرخ و تنت تواناست؟ شاهزمان گفت: دلیل ناراحتیم را میگویم اما دلیل شادمانیم را نمیتوانم. سپس ماجرای خاتون و غلام و کشتن آن دو را برای برادرش تعریف کرد. شهریار برای بازگو کردن علت شادیش اصرار کرد و او را قسم داد که علت خوشحالیش را نیز بگوید. شاهزمان هم به ناچار ماجرای زن برادر و هرچه را در باغ دیده بود تعریف کرد. شهریار گفت: من به خاتون بسیار اعتماد دارم و تا با چشم خود نبینم باور نمی کنم. شاهزمان گفت: 10 روز فرمان شکار بده و چنان وانمود کن که برای شکار از قصر بیرون می روی. وقتی لشکریان رفتند تو با آنان نرو، بمان تا آنچه را که من دیدم تو هم ببینی. شهریار نیز همین کار را کرد و هر دو برادر در چشمانداز باغ پنهانی نشستند. ساعتی نگذشته بود که خاتون و کنیزان و غلامان به باغ وارد شدند و کنار حوض نشستند. شهریار حالا دیگر آنچه را که برادرش برای او تعریف کرده بود به چشم خود آشکارا دید. پس به شاهزمان گفت: از این به بعد پادشاهی شایسته ما نیست. پس سر به بیابان گذاشتند و چند شبانه روز راه رفتند تا اینکه کنار ساحل عمان زیر درخت در کنار چشم آبی استراحت کردند. پس از گذشت چند لحظه موجود زشت و ترسناک و تنومندی با صندوقی آهنی از دریا بیرون آمد. شاهزاده ها از ترس بالای درخت رفتند. آن دیو به کنار چشمه آمد و در صندوقچه را باز کرد و دختر ماهرویی از آن بیرون آمد. به او گفت: ای پری روی، تو را شب زفاف از کنار داماد دزدیده و دل به عشق تو دادم. حالا تو پاسبانی کن که وقت خواب من است.
سپس سرش را کنار دختر ماهرویی گذاشت و خوابید. نگاه دختر به شاهزادگانی که در بالای درخت بودند افتاد. سر آن موجود ترسناک را آهسته بر زمین گذاشت و به شاهزادگان اشاره کرد که از بالای درخت به پایین بیایند. آن دو را از آن دیو ترساند. شاهزادگان پایین آمدند و دختر آنها را به خود دعوت کرد. شاهزاده ها از ترس آن دیو دعوت او را قبول کردند. بعد از آن دختر بندی از جنس ابریشم بیرون آورد که 570 انگشتری در آن بود. او به شاهزاده ها کرد و به آنان گفت: می دانید که این انگشترها چیستند؟ شهریار و شاه زمان گفتند: به خدا که نه، نمی دانیم. دختر گفت: صاحبان این انگشترها در پیش این دیو با من آنچه که شما کرده اید کردند. سپس انگشتر به من دادند. شما هم انگشتر به من بدهید و بدانید که دیو در شب اول مرا از داماد دزدیده و در صندوق آهنین زندانی کرده. او در میان این دریای بی انتها از من نگهداری می کند. شهریار و شاه زمان این دو شاهزاده از شنیدن این سخنان شگفت زده شدند و گفتند: داستان این دیو زشت و ترسناک از ماجرای ما هم عجیبتر و غم و غصه‌اش بیشتر است. دیدن و شنیدن این حادثه سبب شد که ما بر رنج خود صبور باشیم. پس به شهر خود برگشتند. شاه زمان ترجیح داد که مجرد و به دور از وابستگی‌ها و مردم زندگی کند. اما شهریار خاتون و کنیزان و غلامان را کشت و طعمه سگ‌ها کرد. پس از آن هر شب دختر دوشیزه‌ای را به عنوان همسر آورده و هنگام صبح او را می‌کشت. 3 سال به همین ترتیب گذشت. مردم دیگر خسته شده بودند. آنها دختران خود را برمی داشتند و از شهر می رفتند تا جایی که دیگر دختری در شهر نماند. روزی شهریار به وزیرش گفت: دختر شایسته‌ای برای من پیدا کن. وزیر هرچه گشت دختری پیدا نکرد. از ترس کشته شدنش به دست پادشاه ناراحت به خانه خود رفت و غمگین در گوشه‌ای نشست. وزیر 2 دختر به نامهای شهرزاد و دنیازاد داشت. شهرزاد دختر بزرگتر دانا و از احوال شاعران و پادشاهان پیشین آگاه بود. وقتی غم و اندوه پدر را دید علت آن را پرسید و گفت: تا کی می‌خواهی بار غم دنیا را بر دلت بکشی؟ وزیر قصه پادشاه را برایش تعریف کرد. شهرزاد گفت: ای پدر، مرا به عقل شاه در بیاور، یا من هم کشته می‌شوم و یا این بلا را از دختران مردم دور می‌کنم. وزیر به دخترش گفت: تو را به چنین مهلکه‌ای انداختن دور از صواب و خلاف عقل درست است. می‌ترسم آنچه را که برای زن دهقان اتفاق افتاد برای تو نیز اتفاق بیفتد. شهرزاد گفت: تمام تلاشم را می‌کنم تا آنچه را که می‌خواهم به دست آورم. وقتی وزیر دید تا این حد اصرار می‌کند از جایش بلند شد و به قصر پادشاه رفت. تخت پادشاهی را بوسید و پادشاه را از وجود دخترش شهرزاد آگاه کرد. از این طرف شهرزاد هم خواهر کوچکترش دنیازاد را صدا زد و به او گفت: وقتی مرا پیش پادشاه بردند از او می‌خواهم تو را بخواهد و صدا بزند. وقتی که پیش من آمدی از من تقاضا کن تا قصه‌ای بگویم، شاید اینطوری از مردن نجات یابم. وقتی شب شد دختر وزیر را زیبا کرد و به قصر پادشاهی بردند. پادشاه به اتاق زیبایی که برای آن دو آماده شده بود رفت. اما تا خواست روبند از روی صورت دختر بردارد، شهرزاد شروع کرد به گریه کردن و گفت: ای شاه، من خواهر کوچکتری دارم که همیشه همراه و مونس و غمخوار من بوده. حالا میخواهم صدایش کنی تا او را ببینم و خداحافظی کنم. پادشاه خواست تا دنیازاد بیاید. پس از آن شهرزاد به خوابگاه رفت و خوابید. سپس شهرزاد از تخت پایین آمد و در کنار خواهرش نشست. دنیازاد گفت: ای خواهر، من از بیخوابی رنج میبرم. سخن و داستان تازه‌ای بگو تا رنج و بیخوابی من از بین رود. شهرزاد گفت: اگر پادشاه اجازه دهد داستانی بازگو کنم. پادشاه هم خوابش نمی برد و به شنیدن داستان خیلی علاقه داشت و همین دلیل به شهرزاد اجازه داد تا داستان بگوید.